السلام عليكم ورحمة الله. شكرا برادران خانم. صبح خیر. همه خوب تینش ناس. الله برکتون چیا. مجول است تینجا که نازکه. چیا بخوار چه حال داره کو چه حال الحمدلله خوب هستم دمیر این نسیم نرسگیش. الله برک. اما خوب تینج. شکر داویست چیه بسیار. خونه خدا تیارک بس سبحانه. از خدمت همه حاجیان باور کنید خدا ببخشم مسئولیت سخت است. ما کوی آوردم چیم سیرم رمضان است. ماشاءالله در شما سه باشه در گجه باشه نباشه در ما 2.53. مسئولیت سخت است وقتی که یک کسی با گردن میگیری یک کسی میوی رخش مسین سور رفتگی یک خیلش یوشن خیلی خیلی الحمدلله به همش الحمدلله به همش خوب است. تینجی بچه ها کدومت حج اومدنی زنگ زنی بدیلی پر دوستان بدیلی پر زنگ زنی یعنی باکه حسالا وقتش شرکت زمزم حاجی ها را از طایف برده بودیم اومدیم از همونجا اومده در خوب سخت گرید. امروز در شرکت مدینه تور یک برادر صاحبی بگیم راه خط یا ایله چش میگن همون راه خط میشه پتیوبکا به حج عمره شید الحمدلله ایله و کم بوده است قرغان درسترش که ایله و کنم در فرضی برای فرضی در فرضی برای فرضی اما خوب دیگه تینجی خورد خوراک من نشون تیم به شما را یعنی که جای آشخانه چه آشخانه هست جون یعنی که خورد خوراکای ترکی یعنی که من این حالا یعنی السلام علیکم سفر تکون ناس نشون بتیم ممکن کنیم مویمازی اسلامازی خوراک را نشون تیم انشالله بعد موی سره یعنی خوراکای ترکی یعنی که یعنی برادر مدیر کلون امین یعنی که همچنین ریزه میکنن شروع خیلی سودا میکنن میفروشن شرکت کتی صحبت میکنی بعدا شما رو میگیرن چی میکنن میگیرن خوراکتون تعمین میکنن. السلام علیکم یعنی این چونین باشه ایجا کلبسه کلبسه ترکی ایجا باتی ترکی نمیدونم چی هست گوش قطعه همش تو بعدم با این مرغ قطعی با همچنین یک کسا چکرم سه داره نمیدونم اسم میگذاریم دوستان با همچنین با آقاتی گوشت مرغ تخم عرلش همچنین نمیدونم اکیو چیشم اینه دوستان عزیز و همچنین خلاصه رفتگی کلانه نمیدونم یعنی هر کدومش براش خودش آرنده میگیره یک ستول دستول چول داری چه سوسی هم میام انشاءالله بهتر حال میام انشاءالله پشت به حاضر یعنی که همین خیلی آشخونه کلون همین خیلی موندگی السلام علیکم برای عزیز شما
برادرم چه نشون داد اینم موی سری من برو گارانتی کتی برادرم بی تشویش یعنی میتونی باید پر بری موی سر بچسبونی همچنین این تباییجش تپیدگی هر چی میگن کالون از خلاصه یاشخانه همه یه نشون دادن نمیتونم так что понять и простить когда мне была прическа прическа булмада سال 91 50% булмада ولی موی سر قاوس میشه ان شاء الله الحمد لله بحماش حسبنا الله ونعم الوكيل موندشين بواركم یک ساعت ایسته یک ساعت ایست رفتم گنده سخت مونده شدم و علیکم السلام و رحمت الله برادرم خب کجا من در خانه خدا در مکه مکرمه برادران طلایی من در مکه مکرمه چه حالی جون همین افیر خطی بچه ها چخ داد عمره کردم رفتیم طایف شو بودیم 12 نفر بودن رفتیم نه درنت نرفتین ولی اگر اونجا میرفتم اسپی نمیکردم امنا نیاز نکردم تا وقت اومدم نه همین جان گفتم بیا بخیره بعد برای طواف کنی نه من نرفتم ولی با هیچ کس نرفتم احرام پوشوندگی اونم گفتم بخیره بعد بیا بریم کی برای میرام میام اونجا سحری خلق تمام میشه نه من گفت تو هم اینجا 3 نفر بودن تحقیق سخت کردم که احرام پوشونده احتیاط باشه باز رفتم گفتن میام زفترک میکنم بیا زفترک کنه بعد روید باینی سر اینه اومد اونو باینی سر اینه اومد چیشانی شما میتونیم دوستانی از این همینجا بود کل بده این همینجا اومد اینا پشمک و موهاکوش نمیبینی ها نه حاجی فرضی چانس و حاجی فرضی $5000 خد در بین خود $100 با ارزون میکنن $5000 حاجی فرضی دوستان عزیز میتونی از حمالی به همون شرکت زمزم زنگ بزنی نام نویس کنی خب برادران نگی کی خبر نکردی حاجی فرضی حاجی عمره یعنی که میتونی شالو با دیلی پر زنگ بزنی عصبا مونده شدگم با خودم همین بگی نریختش دینه نریختش نه اوجه یا وقتی میشونیم هم میریزه بعد میبره اوجه برمده کجان دیگه انشالله تمام بابا جان یک پرسیوس که بابا جان کراساچک تمام امروز با خود نصرین گریخ دارم افیر همین یک کس نصرینم بر وقت گردونده یا نمود کریشم پرید عصبام دریدن ایسا حاجی ها را فروردم در چی در طایف خنکای علیکم السلام شو اکرم الله کراساچک سلامت باشی یک نمود با خود عصبام دریدن گفتم اخلو صبرم بتی درجه حقارت هم کردم با فیلم دارم افیر من حقارت نمیکردم در خونه خدا که در طایف یا نمود عصب ما دروندن توبه کردم ایقا به صبری من همونجا دیدم من نه خودم ایقا به حرمتی کنه حتی درجه میدونه که من در افیرم در عصبم رسیده سوده ایسا او آدم باید ویبر کنیم یک آدم فبیدی تیلا یعنی غالبا نه مهراب نکنه چی الله هدایت بکنه حقارت نکنه پروسو
بعضی محل میگذرونن. این نه رمضان میگن نه مسلمانی میگن نه هیچ نفهمید. ما خودی برادرات همه وقت احتیاط باشید. ضعیفی رو میشتم. بقول انگاری انشالله میام. حجت پاسپورت زاگرانش چی پرابلم اشته بود. میاد انشالله. خوب دوستان عزیز باش برادر خوب جو خیاسه بخدا بخش و الله همه ما را هدایت کنه. ساعت چنده اکا دا اینجا ساعت بررسی یک هاز دمو ای سی تگده. السلام علیکم برات. قلبی کو باور کنیم مویسر برآمد. قلب دی کو میدونم. السلام علیکم بابا. چند سوم شده حج فرضی برادر $5000 با مقصد خب با چقچق منقد شده حکم ای سده ایفیر پسنده میشه. یعنی میگه همین خانه شیرین مورایه چشم برو با اون خودی تاکشتونی پیرجوایتی چه مخواه بگو پاستیلگت کرد باجی تنج الحمدلله. ابو مسلم نگاه کنید دوستان یک نامه هستن که ابو مسلم اینم خیلی یعنی که ابو مسلم اوجی ابو مسلم اجازته ابو مسلم چی میشه ابو مسلم معنی ابو مسلم بخوام میگم همه شخصایی که با نام اسلامی هم بیاد نگاه کنی با دشمن هستن. الله هدایت کنه در رمضان. همین سری ما هم رنگی سری ما هم بکنیم میشه ان شاء الله برادر جون. همین طرفی دون رسکنه هر پس سرت با قوت باشه بعدی لپر بیا اول آخرش الله من شما رو میبرم گارانتی موی سرتو میچسبونم به تشویش کوچ کنیم شدن. حج فرضی $5000 با قطعه که حسن خشلو صحبت کنه التماس اهمی شرکت زمزم کسی میاد خواهش میکنم پیشکی صحبت کنه اصلاحی های حج فرضی حج عمره همه شب بفهمه بعد با او دونسته انشاءالله چیکار کنیم گاو زنیم با او دونسته کار کنیم. خوب خوب سلام علیکم. دعا کنید که حج من از توی خوبات انشالله شما نیز در حق ما دعا گوشیم باشی شیر بچه و بابا جون سلامت باشی. حاجی نمیره نه بر از خود چند قمیشه آب شیر از خود ندارد دوستی خدا. مثلا بگیم نمی سری من از 40,000 شده بود خیلی سکیت کردم وقت نمیدونستم من بلاگرم بعد فهمیدم بیپل کردنش اما انا باز انشالله از اون من کسی گفتن اگر دی اتابش یعنی ده اپیراس همیشه باشه از 40 تاش میگم 20,000 سکیت میکنن. حرام خورده همین ماه شریف رمضان بس کن همین کروتا آدنالیب نویسته که قور بالای الله هدایتت کنه. در همین سحر خرخ حق پدر و مادر تا خوردم پاک میشه. $5000 از تاجیکستان و از روسیه راستش قدشون صحبت کنی قدردین زایی را قدشون صحبت کنی در دوبای نیست همتری بریم در دوبای هست همه شرکت از زنگ بزنه همون 16 چند نورس 904 604 85 70 ایتاش نویسم نامی بابا جان در کدام شهری اوفر هم دارن کازان هم دارن دوبای ازبکستان روسیه سنت پترزبورگ. آخه تو حرام خور میگوی حقورت منی قرض منه برگم شمجه حاجی جواب نگفتی چیه دوران بخش سر نویس در حق بچه های تاجیک با دعا کنی شما از در حق ما دعا کنی برادر. خوب دوستان مسئله حج فرضی عمره فهمده
خب آخه چیکار کنم حاجی فرضی چند کاینه های حاجی فرضی نمیدونم چند کاینه میشه من اومدم فرضی اپیتال نشکره یک ماه یعنی که از چی میانه یا وقتی یا ماه میان یا ماه میسن قربانا میان میپرن میرن یک ماه حاجی سکیت که حاجی سیتقاند انشالله شاه محمد هفته یا ماه برادرو من حاجی فرضی خودم نامدگیم برادرو که نمیدونم راستش این نوازی میدونم که از میگیرن برادر نگاه که من برادر شما 3 هفته کمش قطعی میسن 3 هفته برادر من برادر شما مسلمان از تاجیکستان خصوصا در آسیا زندگی میکنم وقتی که من در همین شرکت زمزم گفتم کدام یعنی چیزی که رکلام کردم من دوای باید جواب بگم پراوی نشه خدا همین من گفته هستم که همین برادرها شما رو حج فرضی میارن حج عمره میارن یگان کم بده شد شما حجامه من نمیدونی بدیلی پر بیه با وجود نه ویدیو تا دیدی این رفتیم نمی خیلی در همین کارو گفته جواب نگفتم ما در اون حالت جواب میگم من شما رو اول و آخرش پروردگار دستومش جواب میگم در همه کار همین شرکت جواب میتیم من بعد غیر این گرانی سه قزاقستان رکلام میکنم باقی این اوغوز میده یعنی موی سر رکلام میکنم با چی است همین چیزایی هستن که در همین من جوابگو هستم در صحبت پولش چون خب بوشه نمیتونین پولش $5000 برادر پولش $5000 خیلی قطعی که هستن با صحبت میکنین فهم و رحمت در حق ما دوگون ان شاء الله برادر نامی من شاهی مردان ایتاجیک آباد باشه که شاهی مردان بابا جان شما بهترین انسانی سلامت باشه رحمت علیم علیه الحمدلله کارچکو مزه کاشت شمولی این ترکو کرده شو ترکیه قورای عربا آقا سوزوران اولا میگم یارو همش چی گوشتش ترخری برم هم قدرت سرمایه تمام بار یا بار خوردم با مزه بود قد خوردم و اون رئیسی کنه بود کنه کمر بود چه بود دادن که همونجا با مزه خوردیم دیگه نمیدونم سلامت باشی ماشاءالله بابا جون چی گپنه همه تنج الحمدلله مردم به حج دعوت داریم در قزان هسته برای مویسر بله عالم علی داریم بله پس گپی مردم نگر حاج نه من پس گپی مردم میگشتم مگر هم دوره مسجد خم نمیکشنم اکا کیله حرام خور میگن نمیدونم خیلی من نوشته است الله هدایت چون کنه شاهی مردان از تاجیک آباد کدام قشلاقی بچه تاجیک آباد بسیار شدن کو هر یک کسی را که گناهگار میکنی باید 4 تا شاهد داشته باشه برادر در همه کار یکی نمیدونم دیگه چی بگم بابا جون حاجی در حق برادرای مهاجر دعا کن ان شاء الله در حق همه خصوصا در همین غریبا و خودم در غریبی هم شما فکر نکنید منم یه بلاگرم سوم در اومده صدای اذان میکشم به خدا بعضی محل همون گروه هم شاید زینی زورین تو همون قشلاق ما تو همون تمام محله ما و جای چی میگن لانکا بازی و چلیک دنگر بازی ما یاد میکنم سلام ای لایوبا دیر شما سلامت باشی بچه های لایوبا جماعت نوشار بچه های نوشار تنجه ما نوشار والیبال میرفتیم یعنی در سرش که میبریدیم تو میمدیم یک زال داشتن یک زال با نوشاری پایون نوشاری بالا بود ما بچه های خیزراق میرفتیم والیبال در سرش که من کنم میکردم بلیچی بودیم اکا باجان سلام علیکم ما اکا مرا دیپورت چی کندن یا 2 روز پیش обратно روی کردن نیست یگان شناس سوید بته بریم تفای انگلیسی و نه برادر جو ندارم در اون طرف شرینری سلامت باشی سلام علیکم سوزی الحمدلله شهباز برات اکا دیگه ما افیرو را تیز میکنیم دیگه چو کنیم سلام علیکم بچهای غریبی علیکم سلام بچهای غریبی صاحب کریموف سلامت باشی به پیش تاجیک بود به پیش سلامت باشی یکم را زدن پاریک چی اکا یک کمره زدن پاریک اکا ای پاریک نیست برادر موی سری خدمت به عذاب برو برده ای بچه شما چقدر گندگی میکنید اکنون حاجی در حقم دعا کن ان شاء الله شده که شما نیز دعاگو باشید امروز همون بارو را گذارم یک شانه افتم در اونجا شانه زور نگرفتم میشه
نمیدونم خدمتشم سر مشرونا کارم موندم به هم مخصوصی رنگ کارت راست میشی حاجی مرا добавить کن در کیش شاه محمدی همین تلگرام باباجان 88 ببینید 2400 подписчик 500 دلار همونجا سلکش خود سلکه بزنه اسم میدرو چنده سومی حاجی فرزی در روسیه 5000 دلار خب خاطر که حسن چرخ کنه یک کورا دیپورت کردن میگم یک کمره دیپورت کنم فهمیدم دوستی خدا الله مشکل توصیم کنه متین برادر نمیدونم به خدا طرف اروپا یگون کار نمیدونم موزی یعنی که یک وقت من داشتم یک کار رکلام کرده بودم حاضر دیگه نمیدونم یک سر رکلام که با در چی باشی در گارانت داده باشی واه سر تا الله هدایت کنه قربان نظر چی نویسی خوب باشه الله برکت یا هیچ کم نداره سوم ایش بتیم برای دم کارشام سوم شبتیم برای سوم گذشته شد برام خوردم گیرم بود دوستان عزیز الله خیرتون بده سلامت باشید متین من قد میکنم افیرا برای آدم بسیار شید خوب نمیشه خیلیش دیلان نمیشه ایست براست اکرام بگذاره حاجی فرزی حاجی عمره برادرو من بعد افیر کدمی تماشا میکنم امی چه اوجه ما 22 منوت سگیم بعد افیرت بعدا تماشا میکنم در کامنتر نمره شرکت زمزم اومدگیم 915 442 1673 آفیس چون میتونید حجامه ما بیاید شما بسپره کدمی که از نزدیک صحبت کنید یا که در پراسپک میر مغازین زمزم جایی که هستم برای از نزدیک صحبت کنید همه چیزا بفهمی خواهش میکنم همه اصولوی ها را پیش اومدن تو گوش کنی بفهمی بعد بی پناه الله خدا نگهدار السلام علیکم